مشکل من برند شهایی مایل من برای زندگی جاودانه باید نگه دارد دل من برای زندگی جاودانه باید نگه دارد دل من کسی که درد و غم در سینه دارد خیالم و همه گنجی ندارد کسی که درد و غم در سینه دارد خیالم و همه گنجی ندارد غم و دردی تو باشد حاصل من باید نگه دارد دل من غم و دردی تو باشد حاصل من باید نگه دارد دل من شو دریای روان زندگانی صفا بخشنده بر جسم و جانی شو دریای روان زندگانی صفا بخشنده بر جسم و جانی نباشی تو نباشد ساحل من تو را باید نگه دارد دل من نباشی تو نباشد ساحل من تو را باید نگه دارد دل من تو را باید نگه دارد دل من یادآور می‌شویم که این برنامه خاطره ها ترانه های زیبا از شادروان هنرپیشه خلقی تاجیکستان دوستمراد علیف رو برایتان پیشنهاد کردیم که این سرودها از جانب هنرمند از فیلارمونی خلقی ناحیه فیض‌آباد صدا دادن سفر تاجزاده و همچنین اهل هنر نیز از همین درگاه بودن مهمان نوبتی برنامه‌مون و اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. زندگی و قلب‌هایتان آرامش کامل داشته باشد عزیزان دل. تا دیدار بعدی خیر.